خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالم که بعد از مدت باز مقابل هم نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم. آره خیلی خوشحالم. یه صحبتی از با بینندگان برنامه دارین بخواییم بد نیست که ما بعد وارد موضوع بشیم. قبل از هر چیزی بعد من به شما در واقع ادای احترام بکنم که خیلی خوشحالم از این که بعد از سالها، البته یه کار خب خوشبختانه در خدمتتون بودم به عنوان بازیگر، ولی چندین بار اتفاق افتاده که توی این میزانسن قرار گرفتیم و خیلی چیزا رو یاد گرفتم از شما. بدون تعارف عرض می‌کنم اینه که وقتی هم امروز قرار شد که این اتفاق بیفته خیلی استقبال کردم. فکر کردم که با کسی داریم صحبت میکنیم که حالا درست پرسش پاسخه ولی بیشتر من نتیجه خوب میگیرم راجع به اتفاقات. من روزی که نشستیم برای بزرگداشت شما مفصل صحبت کردیم، من این خاطرمه. و بعدم که خب سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان. به هر حال از اینکه وقت میذارن این برنامه رو دنبال میکنم خیلی خوشحالم و امیدوارم که به هر حال شاهد بحث خوبی باشیم. خب ما امسال با بادیگارد با شما این. بله. چه خوب. اول یه خاطره بگم. بادیگارد خب تو کمیته انتخاب کلیده شد، حال همه خوب شد. یعنی در واقعیت با اینکه 80 دقیقه فیلم بود و 20 دقیقه آخر فیلم نبود که میگن 20 دقیقه آخر فیلم هم خیلی بهتر از 80 دقیقه است، یعنی تکامل، یعنی فیلم رو به تکامل میرسونه. ما هممون حالمون خوب شد، همه به هم نگاه کردیم، حس خوبی داشتیم از حضور شما، بازی شما اصلا و کل فیلم. این پنجمین کار شما با آدمی که بود دیگه فکر با سریالش میشه ششمین. خاک سرخم. آره یه فاصله افتاد بین تو و حاتمی کیا. بله. دلیلش چی بود؟ والا دلیلش دلیل به اصطلاح خوشبختانه دلیل بدی نداشت هیچ وقت. من واقعا همیشه هر وقت که واسه با آقای حاتمی که کار کردم خیلی تجربه خوبی بوده، یعنی پیشاپیش این احساسم بوده، یعنی احساس میکردم که میریم که کار خوب بکنیم و تا به نام پدرم در واقع با هم آمدیم دیگه. ولی در فیلم دعوت هم یه جوری دعوت شد از ما در مثل گزارش یک جشنم به همین شکل که موقع من درگیر کار بودم و نتونستم مثلا در واقع در خدمتشون باشم. درگیر کار بودی یا سناریو رو دوست نداشتی یا نقش رو دوست نداشتی؟ اصلا به سناریو خوندن نکشید واقعیتش. مگه بگم الان حتی فیلم ها رو هم ندیدم بخوام قضاوت بکنم بگم حالا فیلم ها بد بود اینا. حالا واکنشاشو شنیدم. که خب به هر حال از اونجایی که تعقیب میکنم بالاخره نقدها و نظرها و اینها رو احساس میکنم که به هر حال اونجوری که باید شاید به اصطلاح در واقع ارتباط با بیننده برقرار نکرده. اما من به شخصه چون نه قصه رو میدونم چیه نه اصلا با اون مرحله رسید که بگیم فیلمنامه رو بخونیم، چون انقدر راحت هستم که با دوستانی که کار کردیم و انقدر صادق بودم که همیشه اینو عنوان کردم بودم من در واقع هیچ ادعایی تو بازیگری ندارم به هیچ وجه. اصلا قرارم با خودم این بوده که اصلا بازیگری ادعا بردار نیست. واقعا من امکان داره که الان در مقابل شما نشستم بگم که من بهترین بازیگر دنیام، یعنی اصلا رو دست من مادر نزاییده، ولی این اعتقاد دارم که کار بعدی من معلوم میکنه چقدر بازیگرم. الانو شاید بگم ولی بعدش رو من نمیتونم قضاوت بکنم. بنابراین هیچ وقت با خودم اینجوری کنار نیومدم که بگم بله من دیگه الان دارم سال‌هاست دارم کار میکنم و بازیگر خوبی هم هستم. شاید کارهای قبل از الانی که دارم صحبت میکنم خوب بوده ولی کار بعدی من مثل همون داستان مارپله است، میتونه منو با مغز بزنه زمین. من بوده یه کارهایی هم که خودم متوجه شدم که اتفاق نیفتاده واقعا. اینی که تو کار دعوت و گزارش یک جشنم در واقع ایشون لطف داشتن من پیشنهاد کردن و من شرایطم جوری نبود که حتی مواجه بشیم که بگیم حالا من سناریو رو دوست دارم یا ندارم. اختلافی در کار نبود اصلا. نه یعنی اصلا اختلافی در کار نبود. فضا و شرایطی بود که نشد. بله اگر یعنی من با آقای حاتمی که این کار رو پیشنهاد میکردم میگفتم که نه من به اصطلاح اختلافی که نبوده، اگر میدیدم که دوست ندارم واقعا بهشون میگفتم که اجازه بدید من این کار نکنم. چرا که با کمال تبریزی من این کار کردم، مثلا پای یک زن در میان است این کارو کردم، نه تو شیدا این کارو کردم. خودم آقا دوست ندارم. حتی تو یادم نمیره توی پای یک زن در میان است من پیشنهاد کردم با آقای تبریزی گفتم من بازی نمیکنم، تو رو خدا شما هم فیلمو نساز. حالا نظرم بوده نه خب بله من نظر قابل احترام. ولی توی چمران من اتفاقا خیلی حسرت خوردم، یعنی دوست داشتم که می بودم. کدوم نقش؟ خود شمران.
آره. صحبت شد که چمران اصلا صحبت شد با من. اونجا هم صحبت شد، درست توی به اصطلاح مقطعی بود که همون داستانه خانه سینما و جنگ و جدل و اینایی که وجود داشت. من شاید حدود 2 سال فقط، چون خرس توقیف شد، بعد نمیدونم اتفاقات خوبی نیفتاد، من و زیبا نشد اونجوری که باید بشه، 1359 نشد که اونجوری بشه، خودمونم دخیل شدیم برای ساختنش، قصدمون حمایت بود ولی ما اتفاق نشد دیگه. به هر حال خرس هم که توقیف، من احساس کردم که تو این جنجالی که وجود داره، حالا ما هم دشنه رو چی میگم قول معروف از رو نبندیم، قول معروف بهتره که یه ذره با خودم کلنجار برم. من 2 سال در واقع کارم این بود، یعنی 12 تا 12 ظهر خونه بودم، ظهر میرفتم ولنجک، ماشینمو پارک میکردم اونجا، میرفتم تا ایستگاه 5 و شبم برمیگشتم. جمعه هم کله سر میرفتم قله میآمدم. این کار من بود. من اولین باری که دیده شدم بعد از 2 سال زمانی بود که حکم بر ما صادر کردن از خانه سینمای بسته شده که آقا زلزله آذربایجان اومده، بیایم دم سینما آزادی بشینیم پول جمع کنیم. وقتی دوستان دیدن حتی یه سری دچار سوء تفاهم شدن. وقتی من حال باعث شد که بازی نکنی تو چمران، یعنی در واقع فکر کردی فضا شرایط طوریه که حال روحیه نه من فقط مشکلم، حالا چون قبلا هم با صراحت گفتم، مشکلم تهیه کنندش بود. فقط اون باعث شد. نشستی با تهیه کننده صحبت کردی؟ نه اصلا نیازی به صحبت نبود، چون هم دوستان میشناخته، هم آقای آتمیکیا میشناختش، هم آقای تبریزی میشناختش. برای با این تهیه کننده ما آژانس شیشه‌ای کار کرده بودم، روبان قرمز کار کرده بله. و خب دیدم که ایشون فقط مسیرش رفت و برگشتش به زندانه در واقع یه جوری. و احساس کردم که خب یه اتفاقاتی هم افتاده بود که به خصوص در مورد خود من هیچ وقت نتونستم، دیدم نمیتونم توی این میزانسن قرار بگیرم که روبروی هم بشینیم، چون خیلی به من توی مقطع خیلی لطمه زد که شاید الان جایز نباشه یا لازم نباشه بگم. من واقعا وقتی احساس کردم که تهیه کننده این آدم به اصطلاح در واقع آقای کریمی دیگه، بله کریمی اینا، احساس کردم که این کار یه ذره به اصطلاح مسئله دار خواهد شد حتما. که شد یعنی 1 ماه و نیم بیشتر از تولیدش نگذشته بود که ایشون دوباره رفت زندان. و بعد باز این خود این آدم وقتی از زندان اومد تازه مدعی شد، شاکی شد از آتمیکیا که چرا اسم من به عنوان، یعنی اینا رو من داشتم پیش بینی می‌کردم. اتفاقا از این جهت میگم حسرت خوردم که من 2 سال داشتم کوهنوردی میکردم، یعنی از نظر به اصطلاح فیزیکی هم آمادگی خیلی خوبی داشتم، به خصوص که به هر حال خب شهید شمرانم حالا گذشته از مسائل اعتقادی و غیر و ذالک به عنوان به اصطلاح کاراکتر، به عنوان شخصیت به اصطلاح تو تاریخ نگاه بکنیم که جزء آدمایی است که من میگم این منشوریه که شما از هر طرفش نگاه بکنی یه معنا داره برای خودش. دیده بودی شهید شمران اصلا قبلا؟ از نزدیک ندیده بودمشون، ولی خب به هر حال دنبالشون کرده بودم بالاخره از زمان انقلاب. کاراشون هم چریک بود، هم عاشق بود، هم شاعر بود، هم نمیدونم عارف بود. این برای من خیلی جذاب بود که این چند وجهی بودن این آدم رو آدم بتونه در بیاره، که اگرچه من وقتی آقای میرکریمی یه کار به اصطلاح چیز کردن، حالا امروز نه خیر نه، یه کار به اصطلاح انیمیشن ساختن راجع به شمران، یه کار نیم ساعته بود که من بعد از اینکه این اتفاق نیفتاد، وقتی آقای میرکریمی ساختن این رو ناخودآگاه دیدم که عدوش از سر خیر از من دعوت کردن که من میام جای شمران صحبت کنم، که رفتم اونجا به جای شهید شمران در واقع صحبت. فیلم شمران دیدی؟ فیلم شمران رو واقعیت کامل ندیدم. نه کامل ندیدم. این الان قضاوتی راجع به بازیگر شمران بحثن، نه نقش شمران نداره که اون اتفاق افتاده. نه واقعیتش چون کامل ندیدم، یعنی یک بار در شمال داشت تلویزیون پخش میکرد که از یه بخشی دیدمش. چرا سینما نرفتی ببینی فیلمو؟ نتونستم، شرایطم جور نبود. نتونستم. یا احساس میکردی که نباید ببینی یا اصلا شرایط فراهم نشد که سینما بری؟ نه شرایطش فراهم نشد و بخصوصم که خب میگم همین بحث بعضی که اول پاشیده شده بود از طریق تهیه کننده و اینا،
یعنی پس مدتی درگیر بودی به دلیل رفتن کوه و رفتن تو استودیو. قرارداد نبستی ولی درگیر فیلمنامه و فیلم شدی. اصلا باز اونجا میگم به فیلمنامه خوندن نکشید واقعا. آره یعنی وقتی پیشنهاد کردن فقط اسم چمران بود که صحبتش شد که تو قرار نقش شهید چمران رو بازی کنی. با همین شد صحبت و ادامه پیدا کرد تا اینکه نشد دیگه. نه فقط تلفنی هم ما همش صحبت کردیم، حتی مواجه حضوری هم نشدیم. شاید مثلا حضوراً به اصطلاح در کنارم قرار می‌گرفتیم شاید اتفاقات دیگری می‌افتاد. از به نام پدر تا بادیگارد هم تو یه سری کارایی کردی هم آتمیکیا. تو رفتی به سراغ جوان‌ها به یه فیلم‌های دیگه و در واقع رفتی سراغ یک نسل تازه. با قصد رفتی این کارو بکنی که نسل تازه کمک کنی یا شرایط تو رو برد به اون سمت؟ ببین شرایط که خب میگم یعنی یه جوری بوده که من این رو بهش اعتقاد دارم، بالاخره همون جوری که شماها رو از قدیم میشناسم که چه جوری به اصطلاح هادی بودید برای کارگردان ها، برای عوامل دیگر به اصطلاح یک فیلم و اینها. خب اینا همیشه آویزه گوش من بوده، نه اینکه حالا در مقابل شما نشستم میگم. برام مهم بوده، یعنی به قول پازلی که کنار هم میشینیم در واقع اینا درست قرار بگیره. آدم خودش لذت میبره وقتی به پروندهش نگاه بکنه ببینه که مثلا کارهای خوبی رو انجام داده اینا. من واقعیتش مثلا بعد از فیلم به نام پدر یه فیلم دیگه کار کردم، فیلم 20 کار کردم. بله مال کاهانی. بله مال کاهانی کار کردم، خیلی هم دوست داشتم اون فیلم رو. بعدش اومدیم خب 16 ماه درگیر آشپزباشی شدیم. سریال آشپزباشی شدیم که در نیامد، که حالا اونم میگم داستان خودش داشت که من اعتقادم برای اولا اصلا صادقانه بخوام بگم اصلا تمایلی برای حضور در آشپزباشی نداشتم. یعنی اگر اصرار خود آقای زرقامی نبود در اون مقطع ما رو توی انپاسی قرار داد اینا که آره من نمیدونم، حالا دقیقاً این دیالوگشون که من به عنوان رئیس رسانه در واقع الان آمار کار من 3 و 4 خونه و از این داستانات، چون شما تجربه زیر تیغ رو انجام دادید تیم بود. بله. حالا بیاید این اتفاق میفته. ولی من از همون اولش مشکل داشتم واقعیتش با راجع به آشپزباشی اصلا. بله. اینم به این خاطر که احساس میکردم اصلا معضل طلاق در واقع با توجه به این که منم یه 10 سالی تو دستگاه قضا بالاخره کار کردم و 2 سالش اختصاص داشت به مسائل خانوادگی. یعنی همیشه تصویر من از طلاق یه چیز تلخی بوده. یعنی طلاق رو من هیچ وقت نتونستم با خمیرمایه طنز ببینمش. حیف شد یه سریالی با تو معتمداریا کمتر دیده بشه، یعنی هممون خیلی دلواپس این موضوع شده. واقعا اینجوری است. ولی من اعتقاد شدید دارم به آقای هنرمند با تجربیات خیلی خوبی. 2 تا فیلم خیلی خوب با هم داریم. ولی این رو احساس می‌کردم از همون اول، یعنی یه ذره دلچرکین بودم، به خصوص که چون همه دوستان در اطلاع دارن از خود آقای زرقامی و خود آقای هنرمند، حتی معتمداریا یادمه که به اصطلاح من به شخص منو به اجبار وارد این کار، یعنی اولین کاری بود که بریم میشود اینجوری. وقتی هم میگیم آقا بله من با آقای هنرمند مثلا فرض کنید فیلم مرد عوضی رو 3 ورق به اصطلاح خلاصه بود، بعد حرف قشنگی هم زد آقای هنرمند، میگه آقا میگه بچه تئاتر، میگیم بچه تئاتریم، آستینمون میذاریم بالا با اتود و بداهه و اینا درش میاریم. و خب من اینقدر بهش اعتماد داشتم که با 3 ورقم رفته بود این کار کرده بود و در اومد. ولی اینو احساس میکردم اصلا بعد از زیر تیغ حتی خود آقای هنرمندم نباید بیاد این کار بکنه. لطمم زد، هم به خود اون لطمه یعنی زد و هم به کل تجربه. شاید خیلی هم من دیدم مثلا میگه آقا عالی بود و اینا، حالا بالاخره ولی من خودم واقعیتشون دور کرد تو از مدتی از سینما اون سریال و 16 ماه در واقع طول کشید و اینها. بعدش هم در واقع اومدیم گفتم خیلی خوب، حالا این که میگید شرایط شما رو هل داد تو این کار، میگم نه شرایط نه. یعنی وقتی من داشتم فیلم 20 کار میکردم یادم نمیره که سامان سالور 2-3 بار اومد سر صحنه این عبارت که داره میگه که مادر من سر نماز همش دعا میکنه که شما این فیلم بازی کنی. 1359 خب اومدیم. یعنی من احساس کردم 1359 اون کاری که تو برلین ساخته شده بود، خداحافظ برلین چی بود اسمش؟ زیر آسمان برلین. زیر آسمان برلین مثلا یه نمونه خارجیش اونجوری دیدم، گفتم خب خیلی جذابه. یعنی موضوع میتونه موضوع جهان شمولی باشه که در واقع یه آدمی 20 سال بعد از جنگ 20 سال از جنگ گذشته هنوز تو کماست
و بعد از 20 سال حالا از کما میاد بیرون و بعد حالا قراره که شرایط رو به گونه‌ای برای این بچینن که این گذشته رو در واقع یعنی دوباره بر نگرده به اون حالت اول. میان گذشته رو بازسازیش میکنن. خب این قصه خیلی قصه جذابیه. گفتم خیلی خوب، وقتی هم حالا این مادر مهربانش به قول معروف اینقدر داره دعا میکنه و در واقع سر نمازش این کار بکنیم، گفتم خب موضوع هم که موضوع جذابیه، بیایم کار بکنیم. ولی اومدیم تو دل کار از اونجایی که یه چیزی همیشه آویزه گوش ما بوده که اون اخلاق حرفه‌ای تو باید حفظ بکنیم. وقتی اومدیم توی کار من دیگه نمیتونستم اونجا یقه گیری که نمیتونستیم بکنیم، ولی میدم نه خب بالاخره یه سری رعایت نمیکنه و خیلی بده، خیلی زشته که مثلا فرض کنید یه کارگردانی وقتی فیلم برداریش تموم بشه دیگه سر کار نباشه. یعنی به زس قاطع میگم که آقای سامان سالور اصلا سر مونتاژ نبود، ای بابا، سر صداگذاری نبود، سر موسیقی نبود. من هم سر موسیقی بودم، هم سر به اصطلاح مونتاژ بودم، هم سر صداگذاری بودم. چون یه جوری من و آقای نوروزبگی این کار رو راه انداخته بودیم. بله نوروزبگی هم بود. اینی که خب دیدیم که فیلمی که نمیشه قربانی کرد اینا و این آدم خب رفت یه فیلم دیگر رو. اختلاف بینتون افتاده بود که نبود؟ اختلاف بله، اختلاف سلیقه در واقع به وجود آمد، نه اختلاف در نحوه نوع کار، در نوع کار و اینها. خب بالاخره یه چیزی سر صحنه این اختلاف افتاد بینتون؟ سر صحنه بله، این مشکلات به اصطلاح پیش اومد اینا و بعدم گذاشت رفت و من خودم اعتقاد دارم که در واقع آقا شما وقتی توی کاری میپذیری تا آخرش باید وایسی پای کار و تلاش کردیم در واقع فیلم رو با اون شکلی که الان به اصطلاح در آمده و بالاخره حالا فیلم اکران هم شده اینها و به نظر من یعنی میتونست خیلی خیلی بهتر از این باشه، چون از به لحاظ موضوعی چیزی کم و کس نداشته. اون اومد اون اتفاق افتاد. بعدش ما اومدیم خب فیلم خرس رو کار کردیم در واقع. خب آقای معصومی اومد بنده خدا، خب بعد از سالا کار نکرده بود، اومدیم خرس رو کار کردیم، رفت توقیف شد فیلم. موضوعش هم موضوع جذابی بود، یه ذره به اصطلاح به واقعیت هم به اصطلاح نزدیک بود اینها. عین این قضیه اتفاق افتاده بود. خب همون جریاناتی که در واقع خودتون هم شاهد هستید دیگه، ما میایم پروانه ساختم میگیریم، فیلمو میسازیم، پروانه نمایش هم میگیریم، فیلم اکران نمیشه. بعد اومدیم من زیبا رو کار بکنیم. باز من زیبا هم خب به گونه‌ای بود که باز من خودم قلبا دوست نداشتم کار بکنم، ولی از اونجایی که گفتیم خب هی با دوستان نشستیم بحث کردیم که اینکه حالا میتونیم بشینیم با هم گفتگو بکنیم، یک کار عاشورایی مدرن میتونیم مثلا فرض کن بسازیم و اینها. خب اون کارم به هر حال نمیگم آقای فریدون حسن‌پور به هر حال تمام تلاش رو کرد، ولی خب بضاعتش همین بود دیگه. اون اتفاقا باز تو اون فیلمم نیفته. یعنی من همش اومدم کمک بکنم در واقع. فکر کردم که حالا یه ذره با چیز دیالوگ مسلمانی بخوام صحبت بکنیم، بگیم خمس زکات کارمون رو بدیم، حالا که این بحران هست و اینجوری هست، حالا بیام کمک بکنیم به شرایط کار. دخیل بود دیگه، تو شرایطی هستیم که سینما درگیر مسائل خاصی، مشکلات خاصی داره، دوره دوم احمدی نژاده و فضای خاصی هم درش حاکمه. واقعا اینجوری شد. بعد همین باعث شد که دیگه گفتم آقا یه ذره انگار میگم خراب کردم مثلا این دیالوگ اینجا، آقا نشد دیگه. یعنی نه من لذتشو بردم نه اون کاره شد. بعد ما اینو یاد گرفتیم که آقا به مخاطبمون احترام بذاریم. واقعا خب نشد، یعنی اون که به اصطلاح توقیف شد، این دوتا هم که اونجوری که دلمون می‌خواست در نیامد. گفتم مثلا بهتره که با جوونا کار کنی. آره یعنی باز اینا هم جوون بودن دیگه. نه آره اینا جوون نبودن، اینا جوون بودن. بعد من خب رفتم ول کردم رفتم گفتم بهتره که ذره با خودم به اصطلاح به قول معروف کلنجار برم، که همون بحث کوهنوردی اینا بود که دیگه زلزله شد و اومدیم اینها. بعد درست باز تو همون بحرانی که به اصطلاح وجود داشت اینا، اولین استارت با آقای عسکرپور خورد. مهمانداری وقتی پیشنهاد کردم قصه رو دوست دارم، یعنی قصه قشنگیه، این که مثلا یه پدر و مادری، یه زن و مردی که مثلا فرض کن 3 تا بچه‌شون شهید شدن، بله ولی توی تخیلات خودشون، توی ذهنیت خودشون یک مهمانی رو برگزار میکنن. خب گفتیم خیلی خوب آقای منوچهر محمدی تهیه کنندش، آقای عسکرپور یه ذره این به اصطلاح این آماده بود برای یک برای کار متفاوت. زمینه که هممون حالمون بد بود اصلا از وضعیت سینما و از شرایط و تعطیلی خانه سینما و اینها. گفتیم خب
حالا بذار یه ذره حالمون خوب بشه، برای دل خودمون کار بکنیم. و خب من اون تجربه رو واقعا دوست داشتم. بچه‌ها اومدن بخوابن یا من رفتم تو خوابشون؟ با این حرفا خونه مرتب نمیشه حاج ابراهیم. میترسم فخر و سالات. کاش بچه ها حالا نرن. بلافاصله بعدش هم خب کار امروز میرکریمی رو کار کردیم که خب باز من اون کار رو هم مثلا یعنی با تیب خاطر یعنی پذیرفتم. بازی که خیلی خوب دوست بود، داشتم. خیلی خوب بله بود. دوست داشتم واقعا اون کار. فیلم البته یکی از فیلم متفاوتی میرکریمیه. بله بعد دیگه تو همین اثنا که به اصطلاح خب من با موجب شد که تو همین دوتا کار با خانم گلستانی به اصطلاح همبازی شدیم اونجا. چیز بله و میهمانداری و بینش هم در واقع یه فیلم بیداری برای 3 روز کار کردیم. ها اون که نخوابیدی اصلا 72 ساعت. بله واقعا نخوابیدی؟ واقعا 72 ساعت نخوابیدم. یه تجربه تازه بود. فیلم من ندیدم ولی همه میگن. ببینید مثلا من اون رو آقای جرانی به خدا فکر کردم که میتونه یه فیلم جهانی بشه اصلا، به این جهت که فکر میکنم که من اونور دنیا رو خبر ندارم، حداقل اینور دنیا چنین تجربه تا به حال نشده. نه اصلا نشده بود. نه و قصه‌ای وجود نداشت اصلا. یعنی من انقدر لذت بردم از پیشنهاد این کار که گفتم این اصلا میتونه پاسخ همه به اصطلاح در واقع اوزامون رو بده، به این جهت که کارگردان اومده فیلم قصه اینجوری، قصه‌ای نداریم، قصهش در یه خطه، یه کارگردان به 2 تا بازیگر، یه خانم یا آقا، اسمهای واقعی خودمون هم هست، پیشنهاد میکنه میگه ما میخوایم ببینیم که شما 3 روز دیگه تصور کنید 3 روز دیگه میخواید بمیرید، چیکار میکنید تو این 3 روز؟ این کل قصه‌مون بود. نه میزانسن وجود داشت اونجا، نه سناریو وجود داشت، نه کات وجود داشت. یعنی از شنبه 8 صبح شروع شد، 3 شنبه 8 صبح تموم شد. دوربین جلوی شما و شما نخوابید. 3 تا دوربین، یعنی کارگردان رفت 6 ساعت خوابید. یعنی فیلم بردار شیفت عوض می‌کردن. منظورم اینه که شیفت عوض می‌کردن. ولی ما در واقع ارتباطمون فقط همون صبح اول وقت با گروه بود، سلام علیک کردیم. یعنی با اصلا تصور این که دوربینی وجود داره نکردیم. 72 ساعت یه تیک ما بیدار بودیم و یعنی فضا ایجاد می‌کردیم توی کار. و خب این کار 72 ساعت ما راش نداشت، 72 ساعت فیلم داشتیم. اینجوری نبود که بگیم 72 ساعت راش داریم بعد مونتاژ یه فیلم 2 ساعته میخوام از توش در بیاریم، که دقیقاً انگار اون 72 ساعت شد راش. بعد فیلم دیدیم که به اصطلاح یعنی توی 2 ساعت در آمده و خود کارگردان رفته مونتاژ کرده و بعدم یه نریشن هم گذاشته که انگار که مثلا فرض کنیم ما نذاشتیم اون فیلم دلخواهش بسازه. که من حرفم با اون کارگردان این بود، میگم آقای جیرانی مگه شما سناریو داشتی به ما که مثلا میگی نل به نل بعد انجام بشه؟ سناریویی که وجود نداشته که شما به ما گفتی آقا 3 روز دیگه میخواید بمیری، من اینجوری میخوام بمیرم و فضا ایجاد کردیم. یعنی من خیلی اتفاقات تو یعنی سناریو رو شما 2 نفر ایجاد کردید؟ اصلا سناریو یک برگ سناریو وجود نداره. و بعد من گفتم آخه مرد حسابی شما اصلا این 72 ساعت شما بده دست یه نفر دیگه، یعنی 72 ساعت میشه اصلا میشه سریالش. بله. میشه سریالش کرد، میشه کارشناس آورد راجبش صحبت کرد. اصلا خیلی اصلا ایده بی‌نظیری بود. فیلم اومد رفت تو هنر تجربه و 4 تا اکران شد و 4 تا اکران دانشجویی شد و تموم شد رفت کنار. و خیلی راحت بگم اگه شما ریالی پول گرفتی منم گرفتم. اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. این همه زحمت برای یک کار و کار اینقدر هدر بره. خب خیلی تصور بکنید چه حالی برای من میمونه به عنوان یه بازیگر. من میگم اینجوری اونجا آشپز باشی، اونجا 1359، اونجا خرس، اونجا من زیبا. بعد حالا اومدیم 2 تا کار کردیم با میرکریمی و آقای عسکرپور، حالمون یه ذره خوب شد، گفتیم خب افتادیم دیگه دوباره تو مسیر خودمون. بعد اومدیم این کار رو هم به خاطر اینکه یه آدم اولین کارش هم از کار مستند کرده، خب من همچین کاری درکمون نکرد. یعنی میدونی بعد اومد به خاطر اینکه خودش خلاص بکنه، یعنی به نظر من هوشمندی نداشت برای این کار، اومد به خاطر اینکه خودش خلاص بکنه یه نریشن گذاشت که ایوه الناس این بازیگرای من مثلا ترجمه شده دارم میگم شاید به این صراحت نقل مضمون اینه که به اصطلاح بازیگرای من نذاشتن اون قصه‌ای که من می‌خواستم پیش بره. من میگم کدوم قصه؟ خیلی بی‌معرفتیه. خب خیلی بی‌معرفتیه. و اتفاقا اینا رو من با صراحت دارم میگم چون نهل به نهلش میتونیم رو در رو کنیم. این چیزی نیست من غیبتش نمی‌کنم، من دارم میگم یه اثر از بین رفت در واقع. یعنی تمام این تلاش‌ها در اون شرایط بحرانی و فضای بحرانی
جامعه بحرانی داره اتفاق میفته برای پرویز پرستویی. بله داره اتفاق. بعدش هم رفتی دو تا کار جوونا رو. اینجا حالا عرض می‌کردم این سه تا تجربه‌ای که ما با خانم گلستانی کرده بودیم بالاخره خب رفاقتی برقرار شده بود با همسرشون. بعد اومدیم بالاخره گفتیم خیلی خوب حالا که بعضی اینجوری هم هست خب بالاخره کمک بکنیم این دو تا فیلم هم ساخته بشه که دو تا کارم بالاخره یکی همون بوفالو بود که من جذب سرمایه‌گذار کردم که آقای اسدیان عزیز در واقع تهیه کننده شد. این یکی کار خانم گلستانی دیدم که من خودم هم بازیگرش شدم هم تهیه کننده شدم که ساختیم. اینم سرمایه‌گذار جذبش خودت کردی؟ بله که دیگه تموم شد دیگه اینو. یعنی فکر کردم خیلی خب حالا که به هر حال این وضعیت آشفته‌ای وجود داره بالاخره یه سری رفیقن، حالا غیر از رفاقتشون احساسم اینه که هم قابلیتشو دارن هم ظرفیتشو دارن هم استحقاقشو دارن، این فرصت رو بعد به اصطلاح ایجاد کرد. این دو فیلم من خودم به جهت به اصطلاح در واقع همین حضورم به خاطر این دوتا کار، اون کاری که هدفم بود، آره من دوست داشتم، به خصوص فیلم دو رو خیلی بیشتر در واقع. حالا نه اینکه اون بوفالو رو دوست ندارم اینها، ولی به هر حال میگم هدف این بود که این دو عزیزمون در واقع این کاراشون انجام بشه و خودم هم خب نه اینکه الان منت سر اونا بخوام بذارم، خودم هم دوست داشتم کارا رو. ولی خب دیگه نه تموم شده، بعد دیگه اومدیم به سر بادیگارد رسیدیم دیگه. اتفاق افتاد. ببین فاصله این هم برای حاتم یکیا و هم برای تو یه دوران طی شده و حالا تو بادیگارد هر دو به هم رسیدین و یک نقش و یک کارگردان به هم با هم تکمیل شدن. حیدر ظبیرخوندی چقدر به خودت نزدیک دیدی؟ مثل آژانس شیشه‌ای میمونه برای من از جهت مثلا همون نزدیک بودن. حالا نمیخوام خیلی مثلا خودشیفتگی نیست این قضیه، دیدم روحیات در واقع یه جوری اون حاج کاظمه اصلا از دوران کودکی در من بوده، یعنی از اون زمانی که خودم رو پیدا کردم. یعنی این روحیه این که هر حال این روحیه دیدنه، این روحیه همراه بودنه، این روحیه کمک، همه این چیزها شاید به خاطر اون همه چیزایی که خودم نداشتم باعث میشد که در واقع یه جوری احساس کنم که خب دیدم من مثلا تو کودکی من همین وضعیت داشتم، با همون بچه‌هایی که مدرسه میرفتیم این روحیه رو مثلا داشتم. با این گذشت تا توی مثلا همین حیدر ظبیری که شما فرمودید، خب بعد از گذر زمان یه دفعه بعد از آژانس شیشه‌ای یه دفعه اومدیم چند تا فیلم با هم کردیم، روبان قرمز، بله. موج مرده، نمیدونم بعد حالا ما بینش خاک سرخ، بعدم به نام پدر و اینا، ولی هیچ کدوم آشناس نشد. خب حالا میگم برای هر کدوم حالا هوای خودش داشت دیگه. مردک چیزایی گفت که احساس کردم پرده گوشم پاره شده و دیگه چیزی نمیشنوم. دچار حالی شدم که سالا فراموشش کرده بودم. فقط لحظه حمله تو من زنده میشد. بعد وقتی این به اصطلاح کار بادیگاردم من پیشنهاد شد، دیدم که جالبه مثلا یه شخصیتی که من به شکل‌های مختلف این رو دیدم، ولی همیشه به این فکر بودم که چرا یه چیزی مثلا یه فیلمی راجع به این آدما ساخته نمیشه. محافظا مثلا فرض کنین ساده ترین مثالی که بخوام بزنم، یه سفر شما از اینجا شیراز میخوای بری، اصفهان میخوای بری، همیشه یه نفر اون جلو نشسته داره نگاه میکنه به عنوان چی میگم به قول معروف اطلاعات امنیت پرواز، همیشه نگاه میکنه. شما در هر حالی روزنامه میخونی برمیگه نگاه میکنی یه نفر اینجوری نشسته داره نگاه میکنه. و من همیشه برام جالب بود که این آدما یه عقبه‌ای دارن. حالا بعضا بچهای جنگن در واقع یه جوری، بعضیشون هم نه بچهای جنگ نیستن، اتفاقا از انقلاب همین وضعیت رو داشتن، حتی قبل از انقلاب هم شاید به نام دیگری حضور داشتن، اون چیزی که ذهن ما یاری میکنه. و برای من همیشه جالب بودم و تو هواپیما که مثلا فرض کنم اینجوری میشستم، خب خیلی هم همیشه ارتباطشون با ما خوب بوده، مثلا اکثرا هم خب آژانس شیشه‌ای دیده بودن، ارتباط حس خوبی داشتن اینا، ولی میرفتم باشون نزدیک میشدم و خیلی اوقات بوده که مثلا حالا طبعا این که خب بالاخره ما رو میشناسن توی پروازی که داریم میریم، بی تردید در 2 بار 3 بار 1 بار پیش میاد که مثلا میگن آقا کاپیتان میگه که تشریف میارید تو کابین، خب از این مرز بعد بگذری بری. بعد گاهی اوقات مثلا همون آدما میگن آقا ما آژانس شیشه‌ای دیدیم و میشینن درد دلاشونو میکنن. فیلم تاریخ دیگه، یعنی خب همه دیدن، آره، یعنی یه جوری هم دوست داشتن. آره، بعد من این آدما رو واقعا میگم توی این به اصطلاح فضای اینجوری همیشه دیدم و همیشه هم از اونجایی که کارمون به اصطلاح دقت کردن و در واقع
ریز بودن، ریز نگاه کردن به این آدم هاست به کل جمعی. قبل از اینکه سناریو بخونی میدونستی بادیگارد معنیش میشه مزدور و محافظ، یعنی کسی که اعتقاد داره؟ اینو میدونستی؟ بله. یعنی از طریق سناریو اینو متوجه نشدی؟ یعنی حرفی که توی در واقع یه جورایی دیگه به یک شکل دیگری توی آژانس شیشه‌ای من هم میشه، حتی توی تعریف کردن بیرون از فیلمم هیچ وقت نتونستم بگم من پرویز پرستی بگم که من در نقش حاج کاظم گروگان گرفته بودم، میگفتم شاهدن اینا. ولی اسم بادیگارد رو فیلمون چرا اسم محافظ نیومده؟ خب حالا اینجاست که میگم من بعد این از خود صاحب اثر پرسید که چجوری. البته تو قصه معلومه، واقعا توضیح داده میشه. تو فیلم توضیح داده میشه که بادیگارد یعنی مزدور و محافظ یعنی کسی که با اعتقاد. ولی محافظی که اعتقادش از دست میده. تا این کار حالت خوب شد وقتی فیلم تموم شد؟ بله. من صحنه مرگ رو ندیدم. صحنه مرگ میان خیلی صحنه تاثیر. بله واقعا صحنه مرگ من مردم. واقعا میگم، یعنی میگن خیلی صحنه تاثیر گذاره. یعنی واقعیت این که من از 23 خرداد 94 که پیش تولید این کار شروع شد، من درد تو بدنم بود تا همین الان که اینجا نشستم. اتفاقات مختلف، شکستن دست، شکستن دنده، عمل کردن تاندون و ولی تحمل کردی به خاطر نقش. باور کنید یعنی من روز اول اصلا رفتم گفتم من نگفتم من نمیام چون به هر حال این وضعیت برام پیش آمده، اومدم به عنوان کمک به آتمیکیا گفتم که چون من روی آتمیکیا میشدم مبادا توی ذهنش فکر کنه که خب من پرویز پرستویی رو سالم خواسته بودم و این الان همون ابتدای کار، هنوز فیلم برداری شروع نشده، 2 کیلو گچ بسته به دستش، من چیکار کنم؟ موتور سواری داره، نمیدونم افت و خیز داره، درگیری فیزیکی داره، اینا رو چیکار باید بکنم؟ الان همه موتور خودتی دیگه، تمام موتورایی که دنبال میکنه اکثرا خود بله. بدل نیست جای تو که یه جاهایی چرا یه جایی چرا، ولی اکثرا من خودم به اصطلاح نشستم، ولی یه جایی چرا اونجا که موتور در واقع میاد میخوره زمین و چپ میکنه و اینها، اونجا رو به اصطلاح از دوستان بدلکار استفاده کردن اینها، ولی اکثرا خودم به اصطلاح. ولی من اومدم انصراف دادم به این معنی که بهشم گفتم من برای خودم فکر نکنی که بگم الان من دیگه اینجوری شده دیگه نمیتونم بازی کنم، نه، من چیزی که از خودم سراغ دارم میدونم که میام، ولی نمیخوام خدای ناکرده شما دلچرکین بشی یه جای یه دفعه صورت تو من نگاه کنم بگی که ای کاش مثلا فرض کنین اتفاق نمیافتاد من الان این حرکت رو اینجا میکردم. ولی سالی که از فیلم باقی مونده سال خوب، ولی نه خوشحالم از این که فقط یعنی تمام تلاشم بود که این فیلم بالاخره اونجوری که باید تموم بشه. حس حالی که توی فیلم بود واقعا من احساس کردم، بیشتر از این که من احساس بکنم احساسم این بود که حاتمیکیا چقدر حالش خوبه توی این فیلم. بنده خدا ما داریم میشیم بادیگارد. ولی فیلم بادیگارد خیلی فیلم تلخیه، خیلی تلخیش من خیلی میگیره، ولی خیلی تلخه. یعنی در واقع من تای بادیگارد به این نتیجه میرسم که باز همون نظم جدید نمیتواند اتفاق بیفتد. یعنی این حس بین مشترک بین بادیگارد و آژانس شیشه‌ای وجود داره. یعنی در واقع باز هم تو داری از شخصیت این نظام میخوای دفاع کنی، ولی شخصیت‌های سیاسی رو قبول نداری. اونا آدمای دروغگویی هستند. و کی راستگویه؟ ولی مطلق نیست. مطلق نیست. اون آدمای دروغگویی هستند. ولی کی راستگویه؟ یک دانشمند هسته‌ای که در واقع تو داری جانش رو فدا میکنی. البته یک پس زمینه بسیار زیبا برای این رابطه شما ساخته شده که ملودرام قبله، ولی فیلم خیلی تلخیه. چون واقعا اون چیزی که دارید میگید الان من یه دفعه از صحبتاتون استنباط کردم که توی آژانس شیشه‌ای هم در واقع یعنی نقشی که آقای کیانیان بازی میکرد سلحشور رو به یه گونه دیگری در واقع آقای فرهاد قائمیان فرهاد قائمیان داره بازی میکنه و آقای احمد کوهی رو که آقای قاسم زاره کار بله آقای یه جوری دیگه داره در واقع کار میکنه. ولی باز این حاج کاظمه یه جوری دیگه در یک موقعیت ولی حاج کاظمه بروزتریه. این اتفاقی که در فیلم بادیگارد افتاده بروزتریه. دخترش یه چیزهایی بهش میده، زنش یه چیزهایی بهش میده، خانوادهش یه چیزهایی بهش میده. حاج کاظمه بروزتریه.